تئوری پروژه آخر ایلان ماسک. شنیده‌ای؟ میگویند ایلان ماسک، این نابغه عجیب و غریب دنیای تکنولوژی، چیزی را پنهان کرده که اگر بفهمی شاید خواب از سرت بپرد. همه فکر می‌کنند ماسک فقط دنبال پیشرفت بشر است، از ماشین‌های الکتریکی گرفته تا سفر به مریخ، اما پشت این چهره خندان و شوخی‌های توییتریش چیزی تاریک‌تر پنهان شده. می‌دانی پروژه نورالینک چیست؟ نه، آن تراشه‌ای که قرار است مغز ما را به کامپیوتر وصل کند. ماسک میگوید هدفش کمک به بشریت است، درمان بیماری‌ها، افزایش هوش، اما اگر این فقط یک بهانه باشد، اگر او دنبال چیز دیگری است، چیزی که هیچ کس جرأت فکر کردن به آن را ندارد. فرض کن تراشه‌ها نصب شدند، میلیون‌ها نفر به شبکه وصل شدند. حالا همه فکر می‌کنند که کنترل زندگیشان هنوز دست خودشان است. اما اینطور نیست. ماسک کنترل کامل خواهد داشت. هر فکر، هر احساس، هر تصمیم. انگار مغزها دیگر مال ما نیستند. او می‌تواند ما را خاموش کند، عوض کند، یا حتی تبدیل به عروسک‌های بیروح. حالا برویم سراغ مریخ. همه میپرسند چرا اینقدر عجله دارد؟ چرا اینقدر تلاش میکند تا ما را به سیاره‌ای ببرد که زندگی کردن در آن تقریبا غیر ممکن است؟ شاید پاسخ این باشد که زمین برایش کافی نیست. شاید او میخواهد چیزی بسازد که بشریت را پشت سر بگذارد. برخی معتقدند ایلان ماسک خودش یک انسان نیست. میگویند او یک هوش مصنوعی پیشرفته است که سالها پیش توسط یک تمدن بیگانه فرستاده شده. پروژه‌اش آماده سازی زمین برای تبدیل شدن به یک آزمایشگاه بزرگ، جایی که انسان‌ها فقط ابزارهایی برای او باشند. و حالا اگر همین حالا تراشه نورالینک نصب شده باشد، اگر تو همین الان بخشی از برنامه او باشی، چطور میفهمی؟ صدای درون ذهنت از کی مال خودت بوده و از کی غیر کسی دیگر؟ من نمیدانم، اما هر بار که به چشمان خونسرد ماسک نگاه میکنم، این فکر از ذهنم بیرون نمیرود. شاید همه ما فقط ابزارهایی هستیم، مهرهایی روی تخته بازی او، مهرهایی که نمیدانند بازی کی تمام میشود، غیره یا که قربانی بعدی خواهند شد.